سلام دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است. امروز ما نخست از فضای ترانسفری لیورپول سخن میکنیم و گفتنیم که در رفزانه زمستانه ترانسفری تیم کلوب با گفتی خبررسان‌های نامی چی گزارش ها را عملی کرده میتواند. باری دیگر تاکید میکنم که گپ و نویدهایی که اویدی آنها سخن میرود نه تنبلترین ها گفتند و نه از دهان زنک های لبیاب شنیده شد، بلکه معلومات است معتمد و دسترس شده از جانب ژورنالیستان معروف فوتبالی. همین طریق جیمز پیرس بران است که شرطنامه یورگ شمت که تا تابستان سال آینده است ولی او به زودی دسته را ترک نمی کند، زیرا ستاد کلوب از کارش راضی است. مالسامی یورگ در ترانسفرهای گراونبرگ و ساباسلای قدر کرده شد. جیمز پیرس همچنین می‌رساند که تابستان آینده لیورپول را مرحله سوم تغییرات کادری انتظار است و سرخ‌ها می‌خواهند خط حمایه را پرقوت کنند، زیرا هرچند ون دیک هم باشد ولی با یک گل بهار نمی شود. روزنامه آلمانی بیلد باشد بران است که لیورپول امکانیت دعوت کنی دیرکتور ورزشی ماکس ابرل را بررسی می کند. نفری که از اربی لیپزیگ رفتنی است. ابرل و یورگن کلوپ را یک اگنت متحد می سازد و اگر باواریا دو پای در یک موزه خود را در این کار به قول قطعی نکند، لیورپول صاحب دیرکتوری ورزشی نو می شود و من بعد لیورپول هم وقتی خریداری ها از جانب چلسی در حالت ناکداون قرار نمی گیرد. نشر انگلیسی میرور باور دارد که برای لیورپول هدف رقمی اولی بازاری لروی سانه از باواریا می باشد و این نفر باید که محمد صلاح را عوض کند، نفری که به عربستان رفتنی است. به شرافت این ترانسفر تیم کلوب میخواهد رکورد ترانسفری 80 میلیون را وقتی خریداری داروین نونیز نو کند و با واسطه شاگردی سابق پپ تیم فعلی پپ را تلاش میکند تا مغلوب نماید، ولی بر زمین لیورپول اکو به این گپ و خبرها باور ندارد. کریستیان فالک باشد برعکس نیت‌های لیورپول از آن می‌نویسد که تیم کلوب نسبت جمال موسیالا اشتیاقمند است. عین حال اگنت‌های بازیگر اوید تمدید شرطنامه‌اش با باواریا گفت و شنیدها دارند. توبی آلتشافی هم چنین میگوید و اگر جمال نزدیک کلوب آید از چشمان دلخواه حریف کلوب در انگلیا آتشک میپرد. با اعتمادترین خبررسان ترانسفری که فابریزیو رومانو نام دارد و بسیاری از مخلصان فوتبالی در قیاس با سخن‌های پدر با گپ‌های این کس باوری بیشتر دارند، میگوید که لیورپول جویای دفاعگر مرکزی نو است و پیرو اینکاپیه برایشان نفری موافق است. در این میان سکای اسپورت جرمنی می‌نویسد که لیورپول نسبت اسانا اویدراوگو مراق ظاهر کرده است. فلاریان پلاتنبرگ با قول به این سخنان همکاران خوش شده در مورد توجه خود کلوب نسبت نیمه‌نهایی 17 ساله شالکه 04 نویس دارد. بعد سال 2024 قریب 20 میلیون یورو خواهد بود نرخ این بازیگر. فکر میکنم اگر با بازیگری 100 میلیون و 90 میلیون زوری دسته کلوب نرسید، بازیگری 20 میلیون را لیورپول با یک اشاره آورده میتواند. در مورد آمد اسانا به انفیلد رود سرآغاز ماه ینور همچنین گریم بیلی هم خامه چکانیده است. فرانسوا پلاتئو باشد اوید توجه تیم مرسیساید سایدی اوید اندره ترینیداد برزیلی صدا بلند کرده است و اینجا نیز در مورد فعالی خود کلوب میگویند. خلاص که اگر با گپ و نوشته های ژورنالیستان و خبررسان ها باور کنیم، لیورپول زمستان 3-4 بازیگر نو آوردنی است، ولی مهمتر از همه باز پولداران گرسنه به مثال چلسی پیدا نشوند که مثل تابستان کایسدو و لاویا را در نیمه راه از چنگال پرنده آتشین ربایند و کلوب و دیگران با دهانی باز تا زمستان نگاه کرده بشینند. در انگلیا اگر لیورپول در پی عملی کنی نقشه های ترانسفری زمستانی کمری همت میبندد، در آلمان باشد دسته آوکسبورگ علاقه دست به کار شد و مربی نو آورد. این نفر یس توروپ است که پیشتر با تیم دانیوی کپنگاگن کار میکرد. خودی مربی نوی تیم آلمانی هم دانیوی بوده در وظیفه نوش انریکو مسینا را عوض کرد
مهلت شرطنامه تورو با آوگسبورگ تا ماه ایون سال 25 مهلت دارد. با دسته کوپنهاگن باشد متخصص 53 ساله از سال 20 تا 22 کار کرده غالب چمپیونات دانیا گردیده بود. خود آوگسبورگ این حال 5 گل در 7 بازی بوندسلیگا به دست آورده در زینه 15 جدول مسابقه قرار دارد. وظیفه اصلی توروپ هم نه تنها بالا بردن آوگسبورگ به زینه 6 و 7 است، بلکه با حد امکان نش زدن تیم‌های قدرتمند به مثال باواریا و بروسیا می باشد. تجربه‌ای که تیم آوگسبورگ از دوران پیشین دارد. با امید گفتن یگان گپی نو نوید بسیار هم خوشحال کننده برای دشمنان سیتی باز هم به انگلیا برمیگردیم. دسته گواردیولا نیز با آوردن کم از بازیگران قیمت اخیراً به درد سری چلسی گرفتار شد و اکنون من سیتی را ضرور است که از نالازم ترین ها یک علاج کرده خلاص شوند. همین طریق رفتن فیلیپس از من سیتی زمستان احتمالیت زیاد دارد، زیرا او می‌خواهد بازیگر صف اساسی در سال 24 باشد. رهبریت شهری‌ها و اطرافیان نیم حمایتگری منتخب انگلیا رفتن او را زمستان از من سیتی قابل قبول و درست می‌پندارند. سال 24 فیلیپس می‌خواهد پیوسته در صف اساسی باشد، زیرا فرصت‌های اخیر او را تنها از پس میدان می‌دیدیم. کلوین فیلیپس را هم اینجا فهمیدن ممکن است، هرچند که بسیاری ها از برای پول فقط من سیتی و پپ را میفهمند و خلاص. توبکای فیلیپس شماره گل های هالند و پس های گلی دبروینه را از کنار حساب میکند. خود هم باید گل زند، پول بیشتر کار کند، زیرا زندگی را پیش بردن در کار. در ایتالیا دسته سامپدوریا قرار کرده است که بازیگر بارسا را نباید بازپس روان کند. به همین خاطر این تیم ایتالیایی از بارسلونا استانیس پدرولا را بر عوض 3 میلیون یورو خریداری میکند و صاحب 50% مبلغ در صورت فروش من بعد خواهد شد. جونیبی بلاوگرانا باشد صاحب حق خریداری برگشتی بر عوض 7 میلیون یورو می باشد. با قول فابریزیو رومانو برای سامپدوریا تنها 10 بازی انتظار شدن ضرور بود و بازیگر توانست که 10 بازی در ایتالیا گذراند و سامپدوریا هم از حق خریداری استفاده کرد. تا سال 25 کاتالانی ها دارای حق برگشتی خریداری بر عوض 7 میلیون یورو می باشند. خود پدرولا باشد در 9 بازی لیگ دوم ایتالیا 3 گل به ثمر رسانیده است و می توانیم بگوییم که با چنین آمار سامپدوریا را موسم آینده در سری آ دیدن ممکن است. اگر در مورد برخوردهای جدی تری ترانسفری حرف زنیم، البته که گپ سر مبارزه های بازاری منسیتی و باواریا می رود. گرندهای فوتبالی نوبت چشم به جانب برگامو علا کردند و تلاش می کنند که دفاعگر اتلانتا جورجو سکالوینی را با شرایطهای خوبتری ورزشی تامین کنند. همزمان این بازیگر 19 ساله منتخب ایتالیا با یوونتوس هم ضرور شده است. با قول کالچو مرکاتو هرچند که یووه زیاد میخواهد سکالوینی در ایتالیا بماند، ولی اقتداری مالیوی سیتی با زور و توان باواریا با این نیت‌های تورینی خلل وارد میکنند. سکالوینی موسم جاری 8 بازی در سری آ گذرانیده، موسم قبلی 32 بازی گذرانیده بود. تقدیر آینده سکالوینی باشد اگر از پول وابستگی داشته باشد انیق نزد پپ می رود، ولی حیات فوتبالی با صفت و شهرت بیشتر اگر بخواهد در باواریا هم از برای دعوتش کلی تلاش ها را به خرج می دهند. الاتفاق سعودیان باشد بعد ربودن یک قطار بازیگران لیورپول در تابستان این مورد آماده است که بازیگری رانده شده امیو را به صف خویش جلب نماید. گپ سری جسی لینگارد می رود که عین حال در خطافه است، ولی تیم جرارد می خواهد با او شرطنامه پیشکی امضا نماید. سرمربی دسته استیفن جرارد می خواهد که لینگارد به دستش بیاید و فوتبال باز نیز فرصت های نزدیک قرار خویش را خواهد برآورد. فکر میکنم در پس منظری فضای جنجالی با یونایتد لینگارد را خوبترش به جای امن فوتبالی مثل پرلیگ سعودی رفتن ضرور است، زیرا آنجا پول هم زیاد است و نه کسی از برای کارهای بیرون از فوتبالی سری تو را گرنگ میکند. برزمی توجه نسبت لینگارد به سعودیان
همچنین انسو فاتی نیز برایشان پسند آمده است. اطرافیان انسو برانند که در پس منظری پسروی فوتبالی باید که شرطنامه سرپول را قبول نمود، ولی بازیگر از اروپا رفتن نمیخواهد. بازیگر 20 ساله که ماه سپتامبر با امید حیاشوی به برایتون رفت و با نیروی زیادتر به بارسلونا برگشتنی شد، در انگلیا هیچ از خود سر و صدا بلند کردن نمیتواند. با استفاده از فرصتی مناسب سعودیان توجه جانب این بازیگر نموده، اطرافیان فاتی نیز اوید رفتنش به عربستان سعودی نظری نیک دارند. مهلت شرطنامه فاتی با بارسلونا باشد تا تابستان سال 27 مهلت داشته. ارزش ترانسفری او فرصت‌های اخیر فقط و فقط پایین می شود. مناسبت نسبت او در بارسلونا نیز آنقدر نیک بینانه نیست، ولی باور دارند که انسو در تیم رابرتو دزربی دیر یا زود خود را نشان داده می تواند. این موسم فاتی 317 دقیقه در مسیر 7 بازی در صف برایتون گذرانیده تنها 1 گل زده است. با چنین آمار البته از بازی فاتی مسی دومین را انتظار شدن ناممکن است. خلاص که در اروپا اگر مسی دوم شده نتواند، برای سعودیان هم جایگزین مسی و هم مباپه خواهد بود. MU باشد با امید پرقوت نمودن خط دفاع و پیدا کردن رفیق نزدیک برای ماگوایر زمستان می‌خواهد فدریکو دی مارکو را خریداری کند. اینتر باشد از برای دفاعگرش 50 میلیون پوند طلب کرده است. چطور تیم تاک میرساند، مانیکوانی ها نیتی خریداری دفاعگر 25 ساله اینتر و منتخب ایتالیا را ماه ینور زیر نقشه گرفتند. با اطلاع سرچشمه نسبت دیمارکو همچنین رئال و ناپولی توجه دارند، ولی تیم میلانی میخواهد با امضاکنی شرطنامه نو معاش دیمارکو را از 3 میلیون سالانه تا 5 میلیون پوند بالا بردارد. درباره 5 میلیون نرخ مقرر شده اینتر باشد تنها همین را میتوان گفت که MU به چنین مبلغ راضی نخواهد بود. به نظرم اگر ماگوایر 2-3 مرتبه دیگر شماره خود گل تیم تنخاگ را زیاد کند، پرداخت 5 میلیون نه بلکه به 100 میلیون هم از برای دیمارکو راضی می شوند. بعد که خولیان الوارز در صف سیتی بر زمین گل‌های هالند گل‌های مهم را زیاد می‌زند و از سایه نروژی سرگل به پرگی برآمده توانست، باوری بارسلونا نسبت این ارژنتینی زیاد شد. دسته خاوی هاتو را به حیث عوض کننده رابرت لیواندوفسکی می‌بینند. روشن است که چنین نظری بارسا به خاطر آن است که بازیگر به خاوی و دکو پسند است. به قول دیاریو سپورت کاتالانی ها حمله‌ور منچستر سیتی را در آینده چون عوض کننده رابرت لیواندوفسکی می‌بینند، زیرا با وجود سن سال حمله‌ور پولشگی از حاضر میتوان حمله‌ور جوان‌تری یافت. با تکیه به معلومات سرچشمه‌های دیگری خبر داده می‌شود که در شرطنامه الوارز با شهری‌ها نرخنامه 50 میلیون یورو وجود دارد و اگر برای بارسا حمله‌ور سخت لازم باشد از بازار از یگان بانک اسپانی قرض گرفتن ضرور می‌آید. بازیگری 23 ساله باشد موسم جاری 3 گل در 8 بازی پرمیر لیگ انگلیا به ثمر رسانیده. با زیاد کردن آمارهای گلی خویش الکی در تابستان به مثال فران تورس میتواند نیلوناری پوش شود. این بود پایانی برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.